هی یکش میشد ببینم بچه یک کلاس چه غذایی میخورن. میخوای بدونی؟ آره. پس بزن بریم. تو بچه ها خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار ببینیم که بچه های 1-2 ساله چی قراره بخورن، یعنی چی بهشون میدن بخورن مادراشون. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باش. طبق محاسبات من قرار امیرحسین دهنمون رو سرویس کنه. 2 تا قاشق داریم، قاشق کوچیک، قاشق بزرگ و 2 تا هم کاغذ داریم که نوشته کوچیک و بزرگ. همینطور واسه امیرحسین هم قاشق هستش و این کوچیک و بزرگ داستانش چیه؟ ما یه آیتم میاریم، آیتمیه که برای کودکان درست میکنن مادراشون، یعنی بیرون همچین چیزی سرو نمیکنن. مادرها مثلا پوره چیزی درست میکنن، ما درست کردیم ببینیم چه طعمیه. میاریم اگه مثلا چیزی مثل کدو باشه، خب اگه کوچیک بهت بیفته که برو خدا رو شکر کن، اگه بزرگ بهت بیفته مجبوری با قاشق بزرگ بخوری. پس ببینیم آیتم اول چیه. آیتم اول چیزی نیست جز پوره سیب زمینی که بچهای 1-2 ساله فکر کنم میخورن. چیز راحتیه، بزرگسالان هم میخوره، اما فرقش اینه نمک نداره. پوره است دیگه، تو اینجوری میکنه. ولی دوستم ولی نمک نداره بره. خیلی بده نمک نداره. الان ما باید قرعه کشی کنیم بین این دو کارت، یکیش نوشته کوچیک یکیش نوشته بزرگ. خب ببینیم ما چی انتخاب میکنه. بازش کنیم چی؟ بزرگ به من افتاد. بزرگ به من افتاد، کوچیک به همین آمد. خوبه. خب دوست داشتم. بزرگ دیگه. اول تو آخر. خوبه. پاتا پوات خوش. خوشمزه است؟ خب من اول نظرمو نمیدم، اول امین محمد بگه نظر تو راجع به این بگو. خوب بود، متوسط بود. اگر نمکی بود بهترتر بود واسه ما. نظر من واسه اینه مرد آدمایی که ورزشکارن واسه خوبه، اما برای کودک چیز جالبی میتونه باشه، خوشمزه است، یه حالت خمیری میشه تو دهنت که یه ذره اذیت میکنه، ولی در کل غذای خوشمزه من بهش 7 از 10 میدم. واسه کودک 7 از 10 میدم. تو واسه کودک بهش چند میدیدی؟ 7 از 10. من اومدم 7 از 10. بریم آیتم بعد. آیتم بعد چیزی نیست جز پوره نخود فرنگی. من که دوست ندارم. تو دوست داری؟ من مثلا داخل غذا میزه همیشه دوست ندارم دیگه، چه ارسه پورش. ولی فکر کنم خوشمزه برسه و میرسیم بخش جالب ماجرا، بزرگ یا کوچیک. وای کدوم؟ بفرمایید. برش دار. کوچیک. بزرگ. وای من کوچیک. بچه ها به من بزرگ افتاد، به چخ رفتم، یعنی واقعا به چخ رفتم. دوبار پشت سرم بزرگ. آخه نگاه کن این لجنو. خوشمزه بود. بخور. قاشق کوچیکو داری کوچیک‌تر می‌کنی؟ چیزو کوچیک کردی؟ من کوچیک نکردم. وای بچه تای گلو رو حالت چجوری بگم نگر می‌داره اصلا. خوشمزه است؟ نوش جونه. عالیه. به نظر من این پوره نخود فرنگی گلو رو میبنده. خب گلو رو وقتی میبنده واسه بچه‌ای که 1 سالشه، خب فکر کنم خیلی خطرناک باشه. واسه همین من امتیاز 2 رو میدم بهش. و اینکه ولی به نظر من پروتئین داره. اینجاش هم من نگاه کنیم، درسته؟ نوش جونه. عالیه. این داره، یعنی بخوری با پروتئین بزرگ میشی. یا اینم در نظر بگیرید، ولی من کلا نهایتا بهش 2 بدم. فقط 2 روز مصوم باشه. بریم آیتم بعد. آیتم بعد پوره کدو دیگه. آره کدوه. آیتمشو اگه دوست داشتید اینجا میذارم که اصلا فکر نکنم خوشتون بیادش. ترکیباتش آب، کدوی آب پس شده بدون پوست و گوشت کوبش کردیم دیگه، آوردیم ببینیم چه طعمیه. و میرسیم بخش مهمترش، کوچیک یا بزرگ؟ امشب مسموم. چپ یا راست؟
چپ. این چپه. نه هم راست. یس یس کوچیک افتاده کوچیک افتاده حالا باید کدو بزرگ بخوری. بفهم بچه ها واقعا چندش آور، حالا کاری نداره نگاه کن خدایی ما بچه بودیم اینا میخوردیم. دیگه چیزی که بچه هوش مصنوعی گفته من آبشو. گفتم وای چه بویی وای خیلی بوش وحشتناکه. شاید بعضی شما کدو دوستش باشید. ولی کدو آبپز فکر نکنم کسی دوست داشته باشه. بچه وای. برای اولین بار از کد با بزرگ رو شروع کرد. بخور از آخر نه معلومه قدی برداری. آه من هنوز دوست دارم. یعنی چی؟ تو با قاشق کوچیک عقب برو برداشتی. بابا وای چیه وایسا بخدا. وایسا بده من نوش جان تو با قاشق کوچیک نوش عقب جان. بردی. خب منم با قاشق آقا من با قاشق کوچیک نوکشو بردم اینم نوکه آقا اینو که جهان من نوکه آقا بیا بچه گناه داره میمیره بیا بیشتر زیادش کردی. ببین چه پروه ببین چه صدق میام اوه که بچه. آره آم مثلا تو بچه من مادرم میخوام بگم آم یس چه طعمی بود؟ بعد مزه. چه طعمیه بدونم بچه وقتی که میتو دارن تستاش همه چی میلو درز دندونا خلاصه یه حالتون برم نزن. ببینید مشکل ما اینه که نمک نداره خب هم نمک نداره هم یخ شده خب و هم مزه آبم باش قاطی شده یه مزه بدی داره. ببینید تصور کنید مثلا یه دونه چجوری بهتون بگم یه گوجه رو مثلا له کنید تو دهنتون یخ باشه ولی با طعم کدو خب جنسش اینجوریه یا آبم بریزید روش دقیقاً. و ببینید واقعا چندشترین غذایی که میتونید به کودک حتی بزرگسال هم بدید، یعنی افتضاح. و مشکل ما هم اینه که واقعا بدمزه. من امتیاز 1 رو بهش میدم، واقعا جایی نداره واسه اول دوم شدن. شما چند میدی بهش؟ من که حساسم بهش 0 میدم. 0 میدی؟ پس 1-0 امتیازا رو جمع میزنیم، آخر بهتون میگیم کدوم تاپ تره. بریم واسه آیتم بعد چیزی نیست جز سیب زمینی، سیب با هویج، سیب با دارچینه. دستورش هم اینجا میذارم، اگه خواستید دوست داشتید تستش کنید، شما هم دارید تست میکنید و به شما میگیم. و الان هم که رسیدیم به این، نظر چیه؟ نظرم درباره سیب و دارچین؟ درباره سیب و دارچین دیگه بهش میگه خوب باشه اما عذابش خوب نیست به نظر من، ولی بخور سیاه شده بچه، یه ذره سیاه شده به هوای اینکه خب دارچین. میدونید دیگه سیب سیاه میکنه دیگه، به مرور زمان سیاه میشه. اما به هر حال ما باید اینو تست کنیم و به شما بگیم. آب نیست خودش آب. یه کوچولو آبم داره. آره نگاه کن روتو کن و گلی دلبری، گلی زیبایی، گلی از همه. بچه ها نگاه کن چه دقل بازی. گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی عاشقی، گلی دینگ دیدینگ دیدینگ. بعد نگذره. بفرمایید. چپ بیگ براش بزرگ افتاد، یعنی خب خوبه دیگه براش 100 است. و برای من کوچک افتاد. این برای شما، این برای دوبار تو بزرگی دوبار من کوچکم، عجیبه. بریم برای تست. یه بار دیگه نشون گلتون بدم. آب داده، سیبش آب داده. بچه ها عالیه، بچه ها واقعا خوشمزه است. الکی که نمیگی منم شلک بزنیم. بخور حرف نده، بخور. خوب میده. میشه جان نکن نریزی توش. ببین بچه ها تا ایشون میخوره من صحبت هم کنم. ببین دارچینش غالب نیست، یعنی یه انقدر ریختیم خب اندازه یه نوک انگشت ریختیم.
دارچینش خالد نیست، سیبش خوشمزه شده، مونده بهتر شده انگار. و تنها آیتمی که خب یخ خوبه دیگه. آیتمای بقیه رو نه، آیتمای بقیه رو اصلا ما یخ حال نمی کنیم و تنها آیتمی که نمک نمیخواد. واقعا امتیاز من به این 8 از 10. من 8 از 10 اگه واسه سیب زمینی داده باشم فکر کنم براش زمینی کمه. هستی به 9 از 10 بهش میدم. واقعا آیتم خوشمزه برای بچه مخصوصا. خب من خیلی دوست داشتم اولش بگم حال برم زنه، بعدش از ظاهرا بعد بوشو کردم خوردم دیدم از بهش 10 میدم. 10 از 10 میدی. واسه چی 10 از 10 میدی؟ همشو خوشمزه. خوشمزه تر بودش. پس این آیتم شدش بهترین تا الان واسه کودک و واسه بزرگسالان خوشمزه است. آیتم ما بعدم بهتون نشون میدیم. بزن بریم. آیتم بعد چیزی نیست جز موز و ماست. خوشمزه به نظر میاد. خوشمزه به نظر میادش. باید تستش کنیم ببینید. چیزی که داخلش نصف موز داره، 3 قاشق هم ماست. فکر کنم خوشمزه باشه. بچه اینا رو همه رو چت جی پی تی به ما گفته یعنی ما از خودمون اصلا در نمیبریم. چت جی پی تی گفته، ما نگاه کردیم چند جا دیدیم میتونه باحال شه، براتون تستشون کنیم و به شما اعلام کنیم کدومش واسه کودک خوشمزه تره. پس بریم واسه از همه مهمتر قاشق. ببینیم با کدوم قاشق ما میتونیم خوشمزه رو بخوریم. البته من نمیدونم، ماست فکر کنم ترش باشه، موزم شیرین باشه، زیاد جالب در نیاد. من دوستم حالا بزرگ در بیاد، الان این کوچیک بودم باید اول مخالف باشه که همین دوسته بیاد. بله پس بدون معطلی ببینیم. آقا نکن دیگه بچه ها، همش بنویسید امین محمد جرزن. 3 2 1 بعد اینجوری کنیم اینجوری من بگو سری. این راپستاد گل بچه ها کوچیکه. بزرگ بریم بر تست. بریم. من 3 بار دیدم با بزرگ بودم. بچه ها فکر کنم دیده باشید به عشق شما این قلبم برای شما. ببینید یه ذره غلیظ در میاد. کوچیک شدم ای بابا. آخه اینقدر لا مردا. من موز میخوام کجا پرسیم تو خالی خونه بفهم. خوشمزه بود؟ اصلا بیشتر بردا بزرگ افتاده بود، موزم هستش خوشمزه است. بردا بخور بیشتر اوه نریزی تو اینا، بگی زیرش قشنگ خوشگل. بچه‌ها میخواد ریاکشنشون رو ببینیم چه مزه‌ای. استرس نداره خوشمزه است. بخور دیگه. به خوشمزه است فقط از ترشه. واقعا آره اینو می‌خواستم بگم. این موز شیرینه خب، خامه طور موز، بعد ماستم ترش و لبنیاتیه میدونید که، و واسه همین ترکیب جالبی نیستش. بخوای همش رو بخوری نمیتونی. تو میتونی همش رو بخوری؟ نه واقعا نمیشه. ترش آیتم 7 از 10 رو میگیره ولی واقعا ترش میکنه. همین الان من ترش کردم، اصلا آیتم جالبی نبود، برخلاف اینکه موز توشه. شما نظرتون رو میفرمایید؟ من نظرم این که خوبه ولی نه زیاد، چون که ترش میشه آدم، ترش میدنه. میدونی که بعد تا آخرش بخوری بعد ویدیو که نه. بریم سراغ آیتم بعدی. چند میشه؟ چی؟ چند میشه؟ بچه‌ها ببخشید مثل اینکه نداده بودش نمره‌شو. نمره‌تون میفرمایید بریم آیتم بعدی؟ 5 از 10. 5 از 10 با ناز. بریم آیتم آخر. چیزی نیست جز سیب و هویج. چه چیز گندیه وای. سیب بلند شده، بهتره بگیم با هویج آب پس شده، ترکیب پروتئین دار اما وحشتناک. هویج آب پس کردیم؟ بله. و نظر من اینه که این همه کوچیک به من افتاد، بذارید اینم کوچیک بیفته دیگه. ایشالا به یاری خدا. براش 3 بار کوچیک افتاد. آره؟ فکر کنم 3 بار کوچیک افتاد برای من. تا نفهم. آقا نگاه نکن دیگه. آقا چه وضعشه؟ بفرمایید. تو از اول ویدیو همش اینو انتخاب میکنی. یه بار بیا انتخاب. وای نگو بزرگم. بابا ریدم میشه. آقا یعنی چی؟ بچه کوچیک مگه میشه؟ ببین مساوی.
خوش شانستر از این آدم دیدید به من زنگ بزنید. وای من نمیخوام اینا بزرگ بخورم، این همه کوچیک خورد. یادت برام چقدر گذاشتی؟ بچه این آب نداره توش و فقط هویج و چیز به بدون شما شده. خوب باشه. اصلا بهش نمیخوام. یادت برام چقدر گذاشتی؟ چرا گذاشتم؟ بذار ایتم آخر من به عنوان بیا برو بابا بیا برو، من مثلا بچه 2 سالم این یه همش خودش میاد. خب نه اینو خود فقط تو نه بوری زدی یه داری آه نه بیا تو هم بخور با هم بخوریم. و این بعد 3 2 1 ای 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 آخه اصلا خوشمزه؟ جیرم خنک شد خوشمزه؟ متوسط متوسط. بچه ها سیب خب سفته دیگه. خب هویجم آبپز شده نرمی داره. ببین من داشتم گاز میزدم طعم هویج رو اصلا حس نمی‌کردم. یهو یه چیز لذیذ اومد تو دهنم. ببین هر چیز خوشمزگی بود و پرون اصلا قالب هم نیستم، متضاد همم. ببین اصلا افتضاح بوده آخرش من خوردم. آبپزشه همینجور آبپزش کردم اصلا سفت. البته سفت خب نمیتونه بچه 1 سال سفت بخوره که، نرم باید بخوره. بهترین چیز به نظر من همون سیب بودش. الان میاریم نشونتو میدیم. سیب و دارچین به نظرم خوشمزه ترینش سیب و دارچین بود. تو نظرت چیه؟ من از نظرم سیب و دارچینه. درسته. حالا من به این خیلی شاید نرمی دوست داشته باشه، مثلا خیلی قزروف دوست دارم، من قزروف دوست ندارم، چیز لذیذ رو من حال نمی کنم. خب واسه همین بهش چند دادم؟ دادم من نمره آلزایمر گرفتیم بچه‌ها، نمره 5 رو بهش میدم. خب ولی واسه بچه چیز خوشمزه کلا. چی بود نظر تو چیه؟ نظرم 5 از 10. چرا؟ چون که اگه خوشمزه بود برای من، اگه همون لذیذیه میمد بود دهن من شاید کمتر 5 ولی خوشمزه است. خوشمزه است. خب بچه ها اینم نمره رو دادی 5 درسته. پس امروز شد 5 منم دادم 5. خیلی نمره همون شبیه همه، جالبه. و بهترین آیتم هم که گفتیم دیگه شدش همون سیب و دارچین. این افتضاح بودش واسه من. البته خیلیاتون شاید دوست داشته باشید. بهترین آیتم شد سیب و دارچین. دستورش همین وسط میارم براتون چون تاپ شدش، بهترینا شدش واسه بچه. و خیلی دوستتون دارم. از این بعد غذاهای خیلی خفن‌تری قراره تست کنیم. کامنت بذارید کدومشو شما خوشتون اومد، از چه قسمتی خوشتون اومد. قراره بیشتر برای شما وقت بذاریم. تا درود دیگر، بدرود.